بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این پیام چهارم است که برای جوانان مسلمان داریم. در دو حلقه قبل درباره آموختن اسلام و اهمیت آن صحبت داشتیم. در این صحبت دیگه صحبت میکنیم که اسلام را یا که علم را از پیش چی کسانی بآموزیم. بله، از مسائل خیلی مهمی که باید مسلمان به اون در راه گرفتن علم و آموختن اسلام توجه بکند، اون گرفتن علم از منابع سنی معتدل و یا از منبعها و سرچشمه های سالم می باشد. یعنی باید یک مسلمان وقتی که میخواد دین بآموزد باید که از پیش علمای ربانی علم بآموزد، دین بآموزد، از کسانی که اونا در صاحب تقوا هستن احتیاط میکنن، مردمای معروف به تقوا هستن، مردمان هستن که اونها در اونها زهد و ورع دیده میشود. این موضوع خیلی مهم است. پیشوای دین به این توجه میکردن. چرا؟ چون که انسان وقتی که از پیش یک نفر دین و علم میآموزه، این تنها معلومات نمیگیره بلکه همزمان از اون نفر صفات میآموزه، خصلت میآموزه، از عمل میآموزه و از اون نفر امون فکر و تفکر می آموزه. اگر دیندار نباشد، دنیا پرست باشد، مثلا یکی اگر مثلا یک نفر افراطی باشد، بی احتیاط باشد در حکم بر مردم، بدون شک از فکر استاد، از طریق تفکر استاد، از بی‌باکی استاد متأثر میشد، یعنی تأثیر میگیره و حتما در دینش نقصان میکنه. به اون اساس لازم است که باید جوانان مسلمان به این نکته متوجه باشند. به این اساس امام محمد ابن سیرین و غیره فرمودند که ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. این علم این دین است، پس نگاه کنید، متوجه باشید که از چه کسی دین خود را میگیره. و امام ابراهیم نخعی رحمه الله فرموده که پیشوای دین سلف صالح وقتی که میخواستن دین به آموزن و علم از کسی بگیرن چی میکردن؟ كانوا اذا اتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا الى صلاته و الى سمته و الى هيئته ثم يأخذون عنه. وقتی که پیش یکی از علما میرفتن تا که از علم بگیرن، نگاه میکردن که نفر چگونه نماز میخواند، سیرتی چگونه است، عملش چگونه است، بعدن از او علم میگرفتن. از هر نفری بی‌باک و به تقوا علم نمیگرفتن. گفتیم چرا؟ چون که وقتی انسان از پیش یک نفر علم میآموزه، اگر اون نفر بی‌باک باشه، نفری اگر به طریق سنت نباشه، نفری دنیا پرست باشه، هوا پرست باشه، بدون شک از فکر او، از طریق تفکر او متاثر میشه، حتما در دینش آسیب پذیر میشه و به طرف راهی غلط میرد. و از جمله اسباب پنشوی غلو و فکر تکفیری در زمان ما شما همین است که متاسفانه خیلی از جوانان مسلمان از پیش هر نفر جاهل و مجهول علم میگیرن، دین میآموزن، در این مورد بی‌باکی و بی‌توجهی میکنن، سرانجام مشکلی میشن و مشکلی فکری افراطی دچار میشن. پس انا به این موضوع باید متوجه باشیم. شما ببینید که پیشوای دین درباره مسائل حکم بر کسی بسیار احتیاط میکردن. ببینید که حتی در احکام عادی در وقت فتوا دادن خیلی توجه میکردن. امام عبدالرحمن ابن ابی لیلی رحمه الله میفرماید که من میگه با 120 نفر از صحابه کرام ملاقات کردم. وقتی که میگه با اونها یک مسئله، یک حدیث پیش میومد، او مسئله او حدیث به پیش دیگر نفر از صحابه کرام روانه میکردن که اون در این باره جواب بگه یا که اون روایت بکنه. درسته؟ و جناب امام سحنون ابن سعید فرموده که اجسر الناس على الفتية اقلهم علما. هر کسی که در فتوا دادن جسارت و جرأت میکنه، این نشانه کم علمی اون است، نشانه کم علمی اون نفر میباشه. به اساس باید متوجه این موضوع باشیم. خلاصه باید یک مسلمان علم از پیش علم ربانی بگه. علم ربانی چندین صفت دارن. یکی این است که زهد، بی‌رغبتی به دنیا و میل به سوی آخرت، گفتن حق، بیان حق و دیگر صفت ها و دوری از حکام ظالم. و از جمله صفات مهمی علم ربانی این است که اونها در
حکم و در احکام و در فتوا نهایت احتیاط میکنن، حتی در مسائل عادی. پس چی رسه به مسائل کفر و ایمان و اعتقاد؟ این به هر جان متوجه باشه. مثل پیش گفتیم که وقتی که برای یکی از اونها حدیث پیش میومد، فتوای پیش میومد، با وجود علمش و با دیگه نفر، با سوی دیگه نفر از علما و روانه میکرده. به خصوص از جمله صفات مهم علم ربانی احتیاط است. ای جان مسلمان، وقتی که امروز میبینی که یک طالب علم یا که یک ملا هرچند که دعوای این آن میکنه، وقتی که میبینی که در این مسائل به توجهی میکنه و با مردم بیباکانه حکم صادر میکنه، پس متوجه باش که این بر طریقه سنت نیست و از درسای اون، از علم اون باید که خودداری کنی و متوجه باشی. این قضیه خیلی خطرناک است. و همچنین از جمله صفات علم ربانی گفتیم چیست؟ اون است که از حکام ظالم دور هستن، از هواسشان پیروی نمیکنه و دیگه از صفات که در زمینه است. پس بله اسلام با آموزیم، اما در اختیار منبع و سرچشمه‌های گرفتن اسلام و علم نهایتاً محتاط باشیم، یعنی احتیاط بکنیم و تا که در دین خود با مشکل مواجه نشیم. السلام علیکم و رحمت الله.